سلام دوستان، خسته نباشین. چند دقیقه تا شروع بازار بورس آمریکا. قطعی نت زیاد داریم و اگر موقعیت مناسب بود شروع میکنیم به معامله کردن. حالا من چون چند دقیقه فرصت دارم شروع میکنیم تحلیل کردن ابتدایی. یک ریزش داشته بازار در تایم 5 دقیقه. سقف کف، سقف کف، سقف کف، سقفی برابر زده. پس بازار ما درگیر یک رنج است که فیک از بالا رو زده. پس در نتیجه بازار من در پایین یه همچین محدودی رو دارم دیگه. یعنی بازار به خودی خود میل به اینی داره که در رنج باقی بمونه. شخصیت چارت به همیشه به همین صورت. خب یه موضوع این که من استاپم رو در این بازار در امروز رو 40 تا در نظر گرفتم، چون 30 تا خیلی کوچیک شده بود و روی 40 تا من در نظر گرفتم که یه مقداری بهتر بتونم مدیریت بکنم مسیر معاملاتی خودم رو. مجددا اگر نت در ابتدای کار یاری بکنه ما معامله میکنیم، اگر نه اصلا معامله نمیکنیم. بذارید اینکه حجم معاملاتی ما خیلی پایین آورده. ببخشید. دیگه چیا داریم در مسیر معاملاتیمون که بخوایم روش دقت بیشتری بکنیم؟ بازار بعد از یک اسپایک درگیر یک کانال شده. اسپایک کانال، یعنی به خودی خود ما در همین اسپایکمون درگیر یک کانال هم هستیم که این کانال من از کجا شروع شده؟ از اینجا شروع شده. یعنی به خودی خود بازار من دوست داره به اینجا برسه، فیکی رو بزنه و دوباره ریزش تجربه کنه. خیلی علاقه دارم بازار به اینجا برسه در شروع مارکت، بلافاصله من سل خودم رو تو مارکت داشته باشم، چون اوردر بسیار زیاد در این محدود خوابیده. چطوری اینجا رو پیدا بکنیم؟ رو تمرینات، رو بک تستا و سناریو سازی هایی که داشتیم بسیار مهمه. اگه تو این کندل ها در ادامه مسیر و حتی اگر استاپی تاچ بشه در ادامه مسیر، دنبال سناریوهای برگشتی میرم، دنبال سناریو بای دارم میرم. یعنی میگم خب این اسپایکی که دارم اینجا کانال منه، بعد بازار درگیر این تی آر من هستش و برگشت ها به 50% های تی آر جای مناسب بای من میتواند باشد. البروکس ساده و فعلا هستیم. بعد ببینیم کدومی از این صحبت ها، این سناریوهایی که مد نظر ما هست میتونه شکل بگیره. و بچه‌ها ببینید، هیچ اصراری بر معامله کردن از زمانی که اینترنتتون ضعیفه نداشته باشید. به هیچ عنوان. منم حجم انقدر پایین آوردم که نیازی نیستش که دغدغه‌اش داشته باشیم. بیشتر رو فاز آموزشیشه. یعنی سود معاملاتیم رو من امروز صبح روی در مورد طلا گرفتم و الان فقط مقدار شاید بگم 25% اون سود رو میخوایم توی بازار مارکت ریسک بکنیم. 25% هم تازه به عنوان اینکه 2 تا معامله داشته باشه. یعنی من در هر معامله بودن 10% از کل اون سود رو دارم ریسک میکنم. یعنی هیچ ضرر آنچنانی ندارم. برای همین آرامش دارم. برای همین حاضرم در مسیر معاملاتیم، در مسیر در زمانی که اینترنتم ضعیف هست هم معامله بکنم. وگرنه هیچ عنوان اصلا نیازی نیستش که معامله‌ای داشته باشی. نت ضعیفه، نت به هم ریخته است، آرامش ذهنی نداری، در لحظه شاید کندلات بسته بشه، حذف بشه، نتونی باش پلن بریزی. حواستون باشه. 5 دقیقه تا شروع مارکت فعلا هستیم. کار خاصی نمیخوایم بکنیم. دیدگاه کلی رو دادم بهتون که ما اینجا درگیر یه رنجی هستیم و جدا از بحث رنج ما به خودی خود درگیر کانال هم هستیم. ببینید بچه‌ها، اینجا یه اسپایکی داشتم، اینجا هم درگیر کانال شدم و بعد درگیر تی آر شدم. یعنی به خودی خود بازار میگه من این محدوده ها، سلرها و معامله‌گرهای خوبی رو داشتم و باعث ریزش شدم. حالا اگه من این محدوده رو از دست بدم، این محدوده رو از دست بدم، نتونم در این محدوده ورود بگیرم به معامله خودم، کجا دنبال ورود میگردم؟ یک، من این محدوده فیکش برای من جذابه برای ورود کردن.
چون اوردرهای خوبی پشتش، مخصوصا که ریزشی که شکل گرفته همراه با یه پولبک کندلی بوده، یعنی اوردر رو از بالاتر جمع کرد، یعنی بازار به محض اینکه برسه دوست داره یه برگشت هم داشته باشه. این ذاتش. اگر این بیاد پرقدرت بشکنه، وقت در برگشتش سراغ پناز پوزیشن بای میتونم برم. چیز دیگه ای ندارم که خیلی بخوام لمش صحبتی بکنم و اینجا دمش بحث بکنیم. من حالا چیزای دیگه مختلفی در چارت نگاه میکنم که ببینم کدومی که از این محدوده‌ها مناطقی که تو ذهنم دارم کلا در گذشته تمرین بدید تمرین دارم الان چارت گذشته بررسی میکنم که یه کفی که میشکنه اگر در زمان شکستش مثلا استاژ نور رو داشته باشیم، در برگشتش جای جذابی برای معامله کردن میشه. حالا بعد بررسی کنی در این برگشت کجاش جذابتر. مثلا بیام بگم که خب من از بدنه اینجایی وارد معامله سل بشم با استاپش پشتش خب خوب بوده، بعد یه بار دیگه چون تونسته کف پایین تر بزنه، پس یه بار دیگه هم برگرده، میتونه جای جذاب برای معامله کردن من باشه. از اون طرف اینجا یک کفی رو اینجا بازار من ساخته و لایو داریم بررسیش میکنیم. یک کفی رو اینجا برای چارت من ساخته که تشکیل شده از چند سایه و اوردرهای خوبی رو هم ما اینجا در چارتمون داریم که موقع شکست شدن یه FVG اینجوری برای من به وجود اومده و من میگم آقا در زمان شروع احتمالاً بازار من پرزور حرکت بکنه و این FVG رو فیکش بزنه، یعنی بره بالاتر و بعد برگرده. پس یه نیم نگاه به این صورت دارم که اگر این FVG من فیک خورد، در برگشتش من یک سل سری داشته باشم که مقابل خودم و استاپ خودم رو پشت این بدنه اینجا بذارم و باهاش بیام پایین. ببینید سناریو چقدر خوشگل میشه ساخت. فقط کافیه بدونی که چه چیزی رو اول در چارتت ببینی. خب اگر این سناریو استاپ بخوره چی؟ پلن بعدی میشه واکنش به این محدوده. اینجا رو اگه تایید خوبی داشته باشم، سرش رو میگم در قرن صد میذارم بشکنه، در پول بکاش بایش رو بگیرم. الان برای من چون اسپای کانال گفتیم داره شکل میگیره دیگه دوسته، اینجا محدودم کانال من میشه. حالا اگه محدود کانال من بشه، این داره پول بک میزنه به اینجا که داخل تی آر دیگه، بیاد برگردونه خودش رو به سقف من برسونه. درست شد؟ پس به خودی خود الان من داخل همین تی آر یه پلن برای معامله بای خودم هم میتونم بریزم، بگم باشه اگر این سقف رد بشه یه بای من تو چارتم میتونم داشته باشم. تیپین بشه تیپی 2 برای دیدن فیک این محدوده. میبینید آیا شما در زمانی که دارید تحلیل میکنید اینقدر سریع میتونید سناریو بسازید؟ نکته مهم، من سناریوهام رو تماما دارم قبل از شروع مارکت هم میسازم، اصلا نمیام در لایو مارکت سناریو بسازم. محدودهام قبلش دارم مشخص میکنم. در شروع مارکت شما اصلا فرصت این که تا در لحظه تصمیم گیری کنید ندارید. باید پلن برای خودت داشته باشی. بایده. 30 ثانیه تا شروع مارکت. زیبا داره پول بک میزنه به اینجا. میبینید داره پول بک میزنه به این محدوده جذابی که اینجا ساخته شد. اما چرا داره اینجا پول بک میزنه؟ باید ببینی. این دیگه تمرین قشنگه که آیا این کندله تونسته پرقدرت بشکنه؟ نه، چون نتونسته برمیگرده از پایین‌تر اوردر جمع بکنه که دوباره حرکت کنه به سمت حالا اعداد بالاتر. خب بازار باز شد. من اینجا وارد پوزیشن بای شدم. استاپ من مشخص شده است. ما دیروز یه تیپی 2 گرفتیم از چارتمون و امروز هم پلنمون تاثیر معاملاتیمون روی همون تیپی 2 من لحاظ میشه، با یه فرق. من دیروز روی 30 تا ورود گرفتم، امروز استاپ من رو 40 تاست.
نوع حرکت ها، نوع اعدادش خیلی موضوع مهمیه. مثل همیشه یادآوری میکنم بیش از 3 سال داریم با هم داو جونز معامله میکنیم، یعنی پلنش رو برای خودم ساختم و میدونم دارم چه چیزی رو از چارت خودم میخوام و در اینستاگرام، یوتیوب، همه اینا ما بارها بارگذاریش کردیم. بازار چی شده بچه‌ها؟ میبینید از همون شروع کانالم شروع کرده به مقاومت شدن و مسیرش کاملا هم درست شد و میره اوه چقدر بد بست. خب استار من زد، هیچ، الان کارش ندارم، بذارید بره جلو. مسیر خیلی خوب بوده اما خواست استار من تاچ بکنه، اشکالی داره؟ نه. یکم کنده بزنید جلوتر بره. هر چی رو این محدوده بیشتر بازی بکنه خوشحال‌ترم. بذاریم بازیشو. همینجور داره ضربه میزنه و داره اوردرها رو جمع آوری میکنه. اسپایک، کانال، برخورد اول خوب بوده، برگشته پایین داره پول بک ها رو تکمیل میکنه. بذار تکمیل میکنه. اگه من همینجا سلش رو گرفته بودم تیپی دوم اینجا میشد، میتونسته تیپی دومو بهم بده. این معامله من تا تیپی 1 هم رفته بوده ولی دیگه به مرتباتی نداره. اگه من بای بعدی رو بخوام بگیرم بر اساس شکست این سقف داشته باشیم و ببینم استاپ هم جاش خوب میشه یا نه، بلافاصله با شکست اگه بخوام ورود بکنم مستلزم اینه که ببینم چقدر اینجا اون جنگه داره شکل میگیره و به سناریوم بحث برمیگرده. آیا میتونم براش پلن داشته باشم یا نه. بذاری بر عجله نکن. چقدر این تشخیص کانال زیباست، بدونی از کجاها باید کانال رو رسم بکنی. هر چقدر این بازی بیشتر، پرتاب انتظاری هم که من انتظار دارم بیشتر، یعنی تیپی من فراتر میره، مثلا تا تیپی 3 خودم میتونم با 4 تام بیام. بازم نیاز به فیک داره، یعنی اینجا اگه من بخوام 3 بایشو بگیرم باید بزنم فیک بزنم زود. خب آیا دوباره میره بالا سایه رو تست بکنه؟ برای اینکه دوباره سایه تست بشه نیاز این سقف شکسته بشه دیگه. پس من رو شکسته این سقفه دارم پلن برای خودم میریزم که ببینم اون شکست اوکی هستن که من انتظار دارم بره این دفعه فیک اون سایه رو بزنه. برای سله هنوز کار دارم، باید ببینم میتونه
این سایه رو رد بکنه. اگه این سایه رو رد بکنه بعدش باز پلن سل خودم رو دارم میریزم. چقدر دیر گرفت. دیر گرفت، یعنی من ورودم باید اینجاها قرار میگرفت، ولی چون دیر گرفت استاپ هم جاش بد شد و بریم قبول میکنیم که نوعی از مارکت دیگه کارش نمیشه کرد. اما اگر استاپ بخورم میرم برای معامله سوم. معامله سوم بسیار تارگتش قوی تر خواهد شد، چون میشه 2 تا فیک در چارت و این تیپی میشه تیپی 3 اینجا. تیپی 2 استاپ میتونه رو تیپی 2 ست بشه و تمام. فقط نمیدونم مجموع شد تیپی 1 یا نه. بله تیپی 1 من کامل شد، مجموع شد یه واحد سود. خوب بود. امروز آموزش رو تلاش کردم کامل بدم، یعنی سناریو کامل رو با هم دیگه بسازیم و کمکتون بکنم در مسیر سناریو سازی. حالا من میخوام یه معامله دیگه هم داشته باشم و این معامله بر اساس یک تحلیل دیگه است که با هم دیگه ببریمش جلو و ببینیم که چه چیزی رخ خواهد. من دوست دارم برسه به اینجا من سل خودم رو بگیرم. اگه برسه خب خوشحالیم، اگه نرسه هیچ ناراحتی. اینکه کجا داری ورود میکنی، چجوری تارگت داری مشخص میکنی، خیلی موضوع مهمی ها، خیلی موضوع مهمیه بچه. همونجوری که این چون نقطه ورود اونجا دارم در نظر میگیرم بر اساس در واقع الگوهای مد نظری منه دیگه، که توی الگوهام و توی چیزی که تو ذهنم دارم بازم من از اینجا یه برگشت خوب بهتون تجربه بکنم. یه برگشت نه به اندازه عجیب و غریبه، تا تیپی 2 بیاد که بیاد برگرده و اوردرها رو از پایین جمع کنه، یعنی بیاد از اینجا بعد پول بک بزنه به این سر، یعنی 2 تا 2.5 بیاد، بعد اگه خواست حرکت بکنه اونجا من مانور قیمتی بدم. آیا در مسیر معاملتون شما صبور هستین یا نیستین؟ سعی چرا داری معامله بعدی رو میگیری؟ اصلا عدد سوده الان مهم نیست، چون میزان سودم رو آوردم پایین، میزان ضررم آوردم پایین و بیشتر فاز آموزشی رو دارم جلو میبرم و اینکه من یه واحد الان سود کردم، الان همون میزان سودی که کمی که کردم رو دارم اینجا و روش تحلیل میکنم، سناریو میسازم براش. اینجا چون می‌بینید همونجایی که گفتم مجموع سایه هایی که وجود دارد شکسته اینجاها میتواند ریزش بکند درسته ها. حالا چجوری نقطه‌شو بهینه سازی کنیم داستانش فرق می‌کنه که اصلا در فایل‌های یوتیوب زیاد همین صحبت نمی‌کنم چون اصلا فرصت نمیشه. ولی من دارم سختگیرانه‌اش انتخاب می‌کنم، یعنی میدونم که توی این محدوده دنبال سلم، اگه بخوام اینجا میتونم اینجا سلشو بگیرم یا اینکه بگم که خب من محدود سختگیرانه‌اش رو اف جی بالاش سل خودم رو بگیرم. نگرفتم. مگه نه
چقدر این الگوی خوبی بود، از همینجا میتونست باعث برگشت بشه. خب من میخوام همه داده هام رو حذف کنم و یه مقدار چشممون مرتبتر و تمیزتر همه چیز رو ببینم. این داینامیک دیگه کار خودشو کرده بر من، به کار من دیگه نمیاد. من هنوز اینجا رو دارم. دراپ یه بیس، یه گام داده، میخواد بره، اگه بخواد بره گام دوش، این میتونه یه برگشت خوب داشته باشه تا اینجا. شاید بسته شدن ها که من اینجا یه ورود داشته باشم و باش بیام پایین تا تیپی مناسب. من ورود خودم اگه رو اینجا در نظر بگیرم بهتره، جاش خوشگل‌تر میشه. خب اینجا می‌بینی عجب یک سایه‌ای داشتیم، یه بار حمایت شده، نتونسته کف سقف بالاتر بزنه، درست شد. پس شکست این کف خودش ملاک معامله من میتونه باشه. باید ببینیم که آیا دیدگاه من صدق میکنه یا نه. من به واسطه همین نگاه شکست اگر ورود میکردم، بازار تو تیپ 1 بود. روال به این صورته که اگه بخواد برگرده، این نباید تیپی 2 رو بده، باید برگرده بیاد بالا اوردرها رو جمع بکنه، درست شد. اینجوریه که اگه میخواد شکست واقعی نباشه، این شکست هم میخواد اوردرها جدید جمع بکنه، نباید بره تیپی 2 به منو بده. وگرنه خیلی اینجا وارد معامله شدم و این پروسه اینجام دیگه جواب نمیده، مگر اینکه باز میگم داستان جدید داشته باشم. یعنی مثلا بیام بگم خب حالا اگر این شکست من شکست واقعی باشه و یه دقیقه دیگه همین طور ببنده با همین سایه، و بعد میگم خب باشه، حالا اینجا داره بازیاشو میکنه، حالا با شکست اینجا من ورود میکنم معامله خودم و حالا باش میام پای. اون چه وارد یک سناریوی جدید که حالا قلق گیریش متفاوت میشه. سیزده ثانیه تا شروع تا بسته شدن این کندل. بذاریم بسته بشه، عجله نکن جانم. فلفل جان. خب کندل بسته شد. هیچ عجله ای نکن برای ورود، هیچ عجله ای نکن. جان. این الان یه ورود من اینجا دارم، بذاریم بیاد اینجا.
مسیر معاملات مثلا همیشه گفتم شما باید یک شکارچی باشید، بدونید کجاها ورود میکنید، کجاها میخواید سناریو برای مسیر معاملاتتون بسازید. عجول باشید، به واسطه فقط یک کندل قرمز بگی من اینجاها میخوام معامله کنم، همه اینها بازار میاد پرپرت میکنه. مثلا من میدونم که اینجا خب بالاخره یه مهد حمایتی بوده، اینجا شکسته میتونه بریزه، ولی من اگه بخوام استاپ تارگت های فیکس کار بکنم، استاپ تارگت اینجام جاش خوب در نمیاد. برای همین مجبور میشم بیام و جای جدیدتری ورود بکنم. مثلا بیام میگم اگر اینجا بخواد واکنش بده و واقعا از همینجا ریزش بکنه، خب دوباره بیاد کف رد بکنه دیگه. با شکل رد کردن این کف حالا ورود میگیرم. در غیر این صورت میگم بذار برگرده جای مناسب و بعد رو جای مناسبش من معامله خودم رو داشته باشم. درست شد؟ و ببینم میاد این داره عملا پول بک به اینجا رو فعلا میزنه. بذار به مچ ببینید چقدر قشنگ پول بک به اینجا داره میزنه، واکنش داره میده. مجددا نمیتونم بگیرم. چرا؟ چون من با حجمام دارم کار میکنم. مسیر حجم یعنی اینکه خب تو باید پلن داشته باشی برای مسیر معاملاتیت. خب من الان اینجا باز دارم خودم میگم من اگه بیام با شکست اینجا سل بگیرم، برم بگم این پول بکشه میتونه تکمیل شده باشه، خب استاپ هم جاش بد میشه. اصلا استاپ گذاری، مسیر استاپ، شما وقتی استاپ تو ذهنت داری میاری ناخودآگاه جای وروداتو داری بهتر میکنی، کاری میکنی که کنترل شده تر دست به معاملت بزنی. خودت نگاه میکنی من استاپ میشه وسط این گام، خب چرا باید همچین ورودی داشته باشم؟ در 5 دقیقه ابتدا این کارو میکنیم ما، ولی در زمانی که مارکت داره باز در واقع مارکت زمانش گذشته دیگه این کار نمیکنیم، با تایید قوی تر ورود میگیریم که مثلا من الان تاییدش رو دارم. حالا با این تایید من اگه ورود بکنم تو بازار خودم، یک استاپم باید یک کوچولو بره بالاتر، مثلا 45 تاش در نظر گرفتم. خب برو بالاتر بده نه استاپ بزنی. خب حالا با چارت هست ببینیم میاد بزنه یا نه. تیپیه الان چی؟ الان جای استام خوب نیستا، پلن دارم. حالا که اون کندل های مد نظر من شکل گرفت، نوع دیدن کندل ها، نوع حرکت کندل ها، خب میگم که پس این میتواند ادامه مسیر من باشد برای دیدن گام 1، برای رفتن به گام 2، که من نمیخوام همه گام رو بگیرم. درست شد؟ میخوام یه گام کوچیک رو از چارتم داشته باشم. نکته بعدی این که من یه واحد سود دارم، همین الان رو تیپ 1 هم ببندم کارم تمومه. 40 واحد سود، 45 واحد سود گرفتم. درست شد؟ پس به دست خودم و خود شماست به عنوان معامله گر که تصمیم گیری بکنیم اینجا ورودمون به چه صورتی باشه. من اینا رد بکنه استاپ خودم رو قرار میدم روی تیپی یکم. میتونم بذارم نه بعد کف پایین تر بزنم. هنوز کف پایین تر نزده. بلم باشم اینجا. خب حالا میاد استاپم روی تیپ 1 قرار میگیرم. تمام خلاص.
سناریو خوبی ساختیم. حالا اینو باش هستم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ما این مجموعش 2 واحد سود گرفتیم که حالا جالب اینجاست که اینترنت هم از زمانی که حالا بازار مارکت باز شد، اینترنت خوبیه، خیلی جالبه. خب این زورش همون تیپ 1 بود. قشنگ همین تیپ 1 نگاه نکن انقدر کوچیکه ها. تیپ 1 50 پیپه، 45 پیپه برامون. حواستون به این موضوع باشه. همونجوری که حالا در جوانید مجدد حالا توضیحات پایینی رو بدم. توی سایت من تلاش نمی‌کنم معاملات لایو خود اینستا تلاش میکنم که این برگرده اینجا، چا یه ورودی هم میتونه داشته باشه همونجوری که گفتم. توی سایت من تلاش کنم معاملات لایو همیشه زیاد بذارم با شما و از طرف دیگه خب این تمام سناریوها و آموزش‌ها رو من داخل دوره اسکالپر موفق کامل صحبت دارم میکنم، نه به تایید گیری چجوری سناریو بسازیم. اون دوره فوق‌العاده است که به 2 صورت، حالا خصوصی برگزار میشه یا مثلا آفلاین، که آفلاین میشه دوره ویدیو دوره قبل برگزار دیده میشه و من 15 روز در براش پشتیبانی در نظر گرفتم. و برای باقی دوستان، کسانی که حالا تمایل داشته باشن، خصوصی میتونم برگزار کنم. خب قدم به قدم هم یه وبینار مختلف میذاریم، سناریو سازی ها رو میکنیم و خودم تک به تک ایرادات رو برطرف میکنم، با هم بک تست میگیریم، با هم فوروارد تست میگیریم، با هم میریم تو لایو مارکت، با هم در واقع معاملات خودم رو بررسی میکنیم دونه دونه. هر روز من معاملات لایو خودم رو باهاش به اشتراک میذارم که بچه‌ها تو لایو مارکت آموزش‌ها رو ببینن. شاید به نظر من 20% آموزش‌ها در گذشته مارکته، 80% مواقع روی لایو مارکت شما باید آموزش ببینید که بتونید پلن بسازید. متاسفانه از ایراداتی که ما در مارکت ایران داریم میبینیم، اصلا از لایو مارکت دوری میکنن مدرسی. میترسه که بگه اشتباه کردم، میترسه که اشتباهیشو نشون بده، میترسه که اصلا یه معامله طلب و دانشجوش بگیره که چون نمیتونه جواب بده متاسفانه. و بیش از چند ساله که دیگه من در معاملاتمو برگزاری میکنم دیگه، میبینید که به چه صورتیه و معمولا تلاش هم اینه که کسانی که میخوان تو مارکت باشن آموزش ها با واقعیت های بازار در لایو مارکت شکل بگیره. من که دارم صحبت میکنم منتظرم ببینم به اینجا برمیگرده 4 یا نه. اگه به اینجا برگرده تارگت من 3، تارگت من 4 خواهد بود. یعنی زور مارکت هم زور قویه، فقط استاپم یه کوچولو بزرگتر بشه، یا مثلا بشه 50 خورده پیپ و که بشه تارگت 3 من تارگت انتظاری. خب من اینجا پاز بزنم ببینم اونجا میرسه یا نه. من موقع دوری بزنم بیام. خب دیگه فایلو نمیخوام خیلی طولانیش بکنم، برای همین موضوع دیگه فایلو به اتمام میرسه. معامله هم نمیکنم امروز دیگه. تموم. 2 واحد ما سود داشتیم که 2 واحد بیشتر شد دیگه عملا دیگه، چون اونو یکی حساب 40 تایی بود، یکی نزدیک 50 تایی بود و خوب بود، اوکی بود. و امیدوارم که این مباحث و این فایلایی که ضبط میکنم بچه‌ها براتون کاملا کاربردی باشه. خسته نباشید. خب من تا 1 دقیقه هم ببینیم. توی تایم 1 دقیقه داره الگوهای خوب رو بهم میداد، چون نبست بالا اینجا و فعلا کاری بهش ندارم. من هنوز عجله ندارم. تو 1 دقیقه باید بالای اینجا میبست
که من بخوام روش پلن بریزم، ولی با یه نوع تایید خوب میشه یه ورود دیگه هم داشت. با استاپ این 70 خیلی زیاد میشه، 70 تا زیاد میشه. بزنم پاس بزنم. خب چند دقیقه من تلفن صحبت کردم، اینا اوکی، هیچ کاری ما باش نداریم. بذاریم ببینیم این محدوده چه واکنشی بهش میده. این برگشتش به اینجا جای مناسب سل من میتونه باشه. حالا من میتونم بالاترم که سل بگیرم، اینجاها مثلا سل بگیرم با استاپ پشت اونجا. چون داره الگو تایید ادامه ریزش رو داره بهم میده، یعنی این مثلث داره تکمیل میشه برای من و الگوی مثلث من الگوی ادامه دهنده من میتونه باشه. ولی برای اینکه بخوام ورودی بگیرم و استاپ تارگت هم ثابت باشه یا حدوداً ثابت باشه و در جای مناسب در واقع ورود داشته باشه. خب جای مناسب هم کجاها میتونه باشه؟ میتونه این سایه بر من باشه. خب بیاد بالا، بیا بالا. خب همین 42 تا عالیه. ورود از همونجا میتونه باشه. میتونه از نوعی که سایه بیاد یا میتونه از اینجا بیاد. این داره پول بکش رو به اینجا تکمیل میکنه، تکمیل کرده، میتونه یه فرسلش رو بگیره. من تصمیمم بالاتر بود، از دست دادم موقعیت مد نظر این رو، ولی اوکیه برای من. یعنی این الان دوباره برسه به اینجا من سلم رو میگیرم. یعنی الان بردم با استاپ این پشت قرار میگیرم، به شرط اینه که این بتونه اون زیر ببنده که بگم آقا داره پایین بی او اس میزنه، این پول بک پول توش وجود داشته، میتونه بره کف پایین تر ببینم. اگه کف پایین تر نزنه تو 6 ثانیه نتونه پایین تر ببنده، سناریو من میشه باز داره بایم همونجا ورسل هم میشه اونجا، نتونسته پایین تر ببنده. درست شد؟ پس سل من میشه همونجایی که اینجا من صحبتشو کردم، اینجا. میتونه از همینجا برگرده، میتونه بیاد اوردر منو برداره بعد برگرده. برو بالاتر، بیا بالاتر، بیا بالاتر. من همینجا سل خودمو گرفتم. استاپ باید نمیتونم دست بدم چون حجمم کم نکرده بودم. درست شد؟ دیدن تیپی 2 نمیتونه دیگه تیپی من فراتر باشه از سایم و تا همین مهد میتونم با چارتم بیام پایین. تمام. بریم برای ادامه چی میشه. دیگه خوب رفت بالا.
مرسه فیک اینجا حرکت کرده که دیگه کار من نمیاد. خب حالا میخوام یه معامله دیگه بگیریم برای فست اسکلپی. چند تا بود؟ 40 تا. بریم اینجا ضعف ببینم اینجا هم یه سل میتونم داشته باشم. باز شد 40 تا. استاپ پشت اینجا تی پی 1.5 تا اینجا میتونه بیاد تا اینجا. چون نتونسته اون صفحه بشکنه تا تی پی 2 من جا داره بیاد که از اینجا دوباره تصمیم گیری کنه برای ادامه حرکت. این رفت استاپ های همه اون چیزهایی که ماها تصمیم گیری کردیم رو زد، اوردرهای خیلی از بالاتر هم برداشت و اینجا نکنید سایه های زیادی داریم و این سایه های زیاد میگه آقا من یا باید بعد از این همه سایه دیگه حالا شروع کنم به ریزش، یا حالا دیگه وقت پرتابم به سمت بالاست که من تصمیم گیریم این بود که بازار تا اعداد پایین‌تر رو بتونه ببینه. روی تی پی 1 اگه ببندم استاپمون رو جبران میشه. روی تی پی 2 یه واحد برای من سود باقی میمونه. دوباره برگشت اوردرهای باقی مونده رو هم جمع کرد. حالا دیگه تصمیم گیریه. الان اگه بریزه این تا تی پی 3 میتونه بریزه. ببینید شناخت الگوها برای ما بسیار مهم است. بدونی چه چیزی از چارتت میبینی، چه چیزی از چارتت میخوای، اصلا ربطی به تایم فریم نداره، ربطی به این نداره که کجای چارتی، فقط باید ببینی چی میخوای از چارتت و متناسب اون چیزی که میخوای شروع کنی به معامله کردن. شما نمیتونید یه دفعه بیاید وسط مارکت بگی من میخوام این کارا رو انجام بدم. این کارا رو چیزایی که شما قبل باید انقدر بک تست گرفته باشی که تو ذهنت بسازی خب اگه این اتفاقات داره میفته من چه واکنش هایی در چارت خودم داشته باشم. اینا رو باید انقدر با یه مربی شروع کنید به تمرین کردن، معامله کردن که بتونه نگاهتون رو بهینه بکنه، نگاهتون رو بسازه براتون. و این بسیار موضوع مهمیه بچه‌ها، بسیار بسیار موضوع مهمیه. تی پی 2 من رد بشه استاپ رو تی پی 2 قرار میدم. یه 5 دقیقه رو من یه نگاه بکنم. بله عالیه، 5 دقیقه من درست. 2 رو زده، ببینیم میره پایین تر یا نه. هنوز کار داره، هنوز 2 من تایید نشد. 2 من دیگه تاییده. تمام. یه واحد هم اینجا گرفتیم. ما در مجموعاً
3 واحد سود گرفتیم از چارت. ببینم بله 3 واحد ما سود گرفتیم و خوبه. خسته نباشی بچه ها، خسته نباشید.